بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان گرامی، قهرمان امروزه ما حضرت اسید ابن حضیر است و حالا ببینیم که این صحابه گرامی قدر چه خدمت بر دین خداوند انجام دادند. حضرت اسید که پیامبر خدا در وصف او درباره او می‌فرماید تلك الملائکه كانت تستمع الیک یا اسید. ای اسید، پیامبر خدا با او خطاب کرده گفتند که ملائکه های خداوند بودند که قرائت تو را ای اسید میشنیدند. و حالا ببینیم که چگونه قرائت بود که حتی ملائکه ها به شنیدن او آمده بودند. حضرت اسید ابن حضیر از مردم مدینه است، از انصار است، یکی از سرداران انصار است. و حالا ببینیم که چگونه به اسلام عزیز مشرف شدند. حضرت مصعب ابن عمیر یکی از جوانترین داعی ها و اولین داعی اسلامی که پیامبر رحمت از مکه مکرمه او را نماینده خود و دعوتگر به سوی مدینه منوره فرستاد. و حضرت مصعب زمانی که آمدند به مدینه در خانه اسعد ابن زراره مهمان شدند و از اونجا دعوت اسلام را شروع کردند. حضرت مصعب یک جوان خوش اخلاق بودند، از دین خبر داشتند و مردم را به سوی دین خداوند دعوت را شروع کردند و الله مهربان برایشان میسر کرده بود که در هر دعوتی که میکردند نفران زیاد به اسلام از اهل مدینه مشرف می شدند و از قرآن تلاوت می کردند و به مردم کلام خداوند را می رسانیدند. یکی از روزها حضرت اسعد که حضرت مصعب در خاندان او مهمان بود، او را گرفته بر یک باغ برد که این باغ عبدالاشهد یک قبیله را که در اونجا زندگی میکردند به آنها نسبت داده میشد. در آن باغ در نزد یک چاه نشستند که آب گوارا داشت و حضرت مصعب مردم را به سوی دین خداوند دعوت را شروع کرد و نفرانی که مسلمان شده بودند آمده نشستند و از گفتار از آیاتی که حضرت مصعب میخواندند استفاده میکردند و نفران دیگر انتظار بودند که آمده صحبتهای حضرت مصعب را گوش دهند. در این اثنا یکی از نفران خبر را برده به دو نفر که سرداران این منطقه بودند، یکی اسید ابن حضیر که قهرمان ماست، ما امروز درباره اون صحبت داریم، و دیگر حضرت سعد ابن معاذ که حضرت سعد هم اون وقت که مسلمان نشده بودند سردار یکی از قبیله های اوس و خزرج بودند. وقتی که این سخن به گوش اونها رسید، حضرت سعد ابن معاذ به اسید گفت که رفته این جوان را بیم دهد تا اینکه ضعیفان ما را استفاده نکند، از دین باباهای ما را باز نگرداند. اسید میگوید که من شمشیر خود را گرفتم و آمدم به سوی همین منطقه که حضرت مصعب در آنجا دعوت میکرد. وقتی که اسعد این حالت را دید به حضرت مصعب گفت که این نفری که می آید اسید نام دارد و سردار یک از قبیله هاست و صادقانه او را دعوت کن، اگر او هدایت یابد و مسلمان شود جمع زیاده به سبب او مسلمان خواهند شد. و وقتی که اسید آنجا رسید و گفت که شما جوانان ما را، ضعیفان ما را فکر و شان دیگر میکنید و ما را از دین باباهای ما باز می‌دارید، اما حضرت اسعد با یک خوشرفتاری با او گفت که یا اسید، گفت من از تو یک خواهش دارم که در صحبت ما کمی نشسته باش و از دعوت حضرت مصعب استفاده کن، اگر برایت خوش آمد قبول کن، اگر که نه آمد ما این منطقه را ترک میکنیم، دیگر باز نمیگردیم. و این سخن را حضرت اسید شنید و نشست
و از گفتار حضرت مصعب استفاده کرد. حضرت مصعب از قرآن تلاوت کرد و از گفته های دین خداوند به او دعوت داد و این سخنهای حضرت مصعب در دل اسید نشست و گفت که چطور می شود که من مسلمان شوم، چی باید کنم؟ و با او گفتند که باید که غسل کرده باشی و لباس بهترین پوشیده باشی و کلمه شهادت را عرضه کنی و 2 رکعت نماز بگذاری. و الله مهربان سینه حضرت اسید را گشاده کرد و او به اسلام مشرف شد و اسلام آورد. و این چنین اسلام این قهرمان، اسلام این جوانمرد سبب شد که حضرت سعد ابن معاذ ایمان بیاورد و این 2 نفر که سرداران اوس و خزرج بودند سبب شدند که جمع از مردم مدینه مشرف به اسلام شوند. دوستان عزیز، ببینید که سبب دعوت حضرت مصعب که دعوت به خاطر خدا از صدق دل، یک جوان تانست که یک شهر را، مدینه را دگرگون کند، یعنی مدینه را مدینه نورانی بگرداند به سبب دعوت یک جوان که حضرت مصعب بود. و ببینید که دعوت او به گوش دیگران رسید و سرداران مدینه و یکی از آنها که قهرمان ماست حضرت اسید و حضرت سعد ابن معاذ هر دو ایمان آوردند و جمع دیگر مشرف به اسلام شدند. و حضرت اسید پیش از اسلام هم نوشتن و خواندن را می دانستند و خیلی یک مرد عاقل بودند و وقتی که ایمان آوردند شیفته پیامبر صلی الله علیه و سلم شدند و قرآن را خیلی زیاد می خواندند و وقت خود را در 2 حالت صرف می کردند. یکی در نبرد به خاطر پیش بردن دین الهی، دیگری اگر فرصت می کردند حتما که با قرائت قرآن دست می زدند، یعنی قرائت قرآن را شروع می کردند و قرائتشون خیلی زیبا بود، یک صدای دلنشین داشتند. و خود می گوید که یک شب من فرزند خود که در نزد من بود یحیی او خوابیده بود و من قرآن می خواندم و از صدای خوب داشتن و از صمیمی خواندن قرآن حضرت اسید وقتی که شروع میکردن به قرائت قرآن اصحاب پیامبر نزد او آمده او را میشنویدند. و یک شب میگوید با فرزند خود یحیی بیرون شدم که اون خواب بود، قرآن قرائت میکردم از سوره بقره از آیت های اول که الله مهربان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. همین آیات را میگوید من میخواندم، در روبروی من در نزد من اسبی که برای نبرد او را آماده کرده بودم ایستاده بود. وقتی که من این را تلاوت میکردم اسب در رقص را شروع میکرد و چنان سخت میرقصید، جست و خیز میکرد که زمام خود را نزدیک بود که کنده کند. و وقتی که من از قرائت قرآن باز می ایستادم اسب هم باز می ایستاد و وقتی که من قرائت را شروع می کردم اسب چنین جست و خیز را شروع می کرد و می گوید ترس از آن کردم، بیم از آن کردم که مبادا به فرزند من ضرر نآورد. می گوید رفته فرزند خود را از خواب خیزاندم. در همین اثنا چشمم به آسمان افتاد که یک ابر خیلی زیبا که مانندش را ندیده بودم و در اطراف این ابر قندیل های آویزان بودند. خیلی ابر زیبا آهسته آهسته از نزد من دور شد و وقتی که صبح شد نزد پیامبر رحمت رفتم و گفتم یا رسول الله من دیروز چنین کردم، وقتی قرائت کردم اسب خیلی رقصیدن را گرفت، در جست و خیز شروع کرد، وقتی می ایستادم اسب هم می ایستاد. پیامبر رحمت گفت که ابر را که تو در چشم دیدی این ابر در اطراف این ابر ملائکه ها بودن آمده بودن تا قرائت تو را بشنوند. و همون جمله که ما در اول خواندیم تلک الملائکه کانت تستمع الیک یا اسید، گفتن که اسید آنها ملائکه ها بودن آمده بودن که تو را بشنوند. اگر دوام میداد این قرائت را حتما که ملائکه ها را با چشم سر دیده میشد.
این بود که صمیمی به قرآن دلبستگی حضرت اسید بود و زیاد هم بس قرآن رغبت داشتند و قرآن را از صمیم دل می‌خواندند و در زمان خلافت حضرت عمر حضرت اسید از دنیا می‌گذرند. دوستان گرامی قدر، از این قصه‌ای که از حیات حضرت اسید کردیم ما باید درس گرفته باشیم، ببینیم که تأثیر دعوت یک جوان که حضرت مصعب بود چقدر بر امت فایده رسانید. یک شهر که مدینه منوره هست همه مشرف به اسلام شدند و از اونجا اسلام به دنیا پهن شد تا به امروز هر عملی که ما انجام میدهیم یک قسم ثواب اون به این اصحاب پیامبر خواهد رسید و ما باید کوشش کنیم که دعوت دین خداوند به نصیحت و به موعظه تا به امروز رسیده است و به دوش دیگران هم ما هم این دین خدا را همچون امانت رسانده باشیم و الله همگی من و شما را توفیق بندگی را عنایت عطا بفرماید. خداوند یار و مددگار.